2023 برای شما چگونه سال بود؟ چیکار کردین که در خاطرتان میمونه؟ چی خاطرات از این سال شما دارید؟ کسلی نبودم، کووید 19 نبودم. در 2023 یکم سرودهای ایجاد شد که بله سرودهای نو ایجاد کردیم. البته به این نمیشود، این البته به ایجاد سرود نمیشود. هر یک هنرمند باید ایجادی نو داشته باشد، در کلوار خود همیشه باید ایجادی نو باشد. اگر کم پسر مثال بچه داشتیم 2 ماه پیش چوست و چلاک بودیم، سالی ما خدمم خرگوش هستم، سالی پسرم هم خرگوشی در مثال سالی هم قاعدوی شد، یگان وای نیست، ناراضگی نیست. خدا بازور باشش کن. پنسیا برآمدیم، با پنسیا من با کار با فیراد کرد، همینجوری. ماشین نو خریدیم. خب فرزندمون خدمت حربی اومد. خب با یک جل منظم دادیم توی تماشا، بهترین سال بود. بچه‌م 2 سال و 10 رو خدمت کرد اومد.